یک چیز را خوب دانید که اختیار الله تعالی برای شما بهتر از اختیار خودتان. شما فکر کنید که همین مصیبتی که امروز به سرتان آمد این خواهش الله تعالی است. الله تعالی همینه برای شما خواسته است. خواهش الله تعالی از خواهش شما دیده اولاتر است. اینه پیش گیرید در این ظفر هست. بنابراین الله تعالی که ورضوان من الله اکبر، رازگی الله تعالی از همه بزرگترین نعمت است. ذلك هو الفوز العظیم. این یک ظفری کامیابی بزرگ است و این راضی شدن مستحب است، یعنی مرتبهش بالاتر از صبر است. صبر که به همه حتمی است، لیکن اگر کسی راضی شد و راحت میکند، میگه که الله تعالی این مصیبت را به من فرستانیده است، الله تعالی راضی باشد منم راضی، الله تعالی از او راضی میشد. بنابراین شاعر میگه رضا دادن به حکم حق تعالی، زی مجموع مقامات است بالا. راضی شدن به حکم الله تعالی بسیار مرتبه بلند است در دین و الله تعالی به بنده ها وعده فرج داده است، وعده کشایش داده است. برادران عزیز، باز یک خوشخبری دیگر، الله تعالی وقتی که وعده میدهد خلاف نمیکند. ان الله لا یخلف المیعاد. الله تعالی به وعدهش خلاف نمیکند. الله تعالی وعده داده است که بعد مشقت، بعد وزنینی کشایش میدهد. هر وقتا که مشقت زیاد شود کشایش نمایان میشود. گمانی نیک کردن به الله تعالی واجب است. گمانی نیک کنید که زود است که مصیبت ها از شما میرود. این از زیبایی اعتقاد شما است. الله تعالی میگه که فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا در سوره شرح. همراهی دشواری آسانی است، البته همراهی دشواری آسانی است. تاکید کرد دو مراتبه. و در سوره طلاق الله تعالی مراتبه دیگر خوش خبر داد. ببینید الله تعالی دشواری را در قرآن کریم همسایه آسانی ذکر کرده است. سیجعل الله بعد عسر یسرا. زود است که الله تعالی بعد دشواری آسانی را میدهد. بعد دشواری آسانی را میدهد گفت. دشواری، مشقت، بلا، مصیبت را با آسانی همسایه ذکر کرد در قرآن. بنابراین یک خوشخبری دیگر است که انشاءالله وعده پروردگار است برای آنهایی که به بلاها و مصیبتها صبر میکنند. زود است که الله تعالی غم و غصه آنها را میرواند. و برادران عزیز، علامه ابن القیم در کتاب طب پیغمبر، طب نبوی، یک عباره را آوردن: من کل شیء اذا ضیعته عوض وليس من الله ان ضیعته عوض. هر چیزی که گم کردی عوض دارد غیر الله تعالی. حتی اگر پدر مادر را گم کرده باشد او عوض دارد. الله تعالی میتواند جای آنها را گیرد، میتواند به جای آنها عوض شود. وليس من الله ان ضیعته عوض. لیکن اگر الله تعالی را گم کنی عوض ندارد. بنابراین از همه مصیبت وزنین در این دنیا مصیبت در دین است. و کل مصیبت فی غیر الدین عافیه. علما میگن که هر مصیبت در غیر دین این عافیت است. مصیبت های دنیوی را میتوانید مصیبت حساب نکنید، اینا عافیت حساب کنید. و المصلوب من صلب دینه. در یک حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مصلوب اون کسی که از او گرفته شده است نعمت، مصلوب اون شخصی که دینش گرفته شده است، کافر شده است. نسأل الله سلامت و العافیه. و المحروم من حرم دینه. محروم اون شخصی که دینش را از دست داده است. از همه بزرگترین مصیبت در این دنیا این است که بنده از دنیا بی ایمان رود. نسأل الله سلامت و العافیه. دیگر نه دوا دارد نه چاره دارد، ابدی در آتش دوزخ می سازد. بنابراین از این دیده دیگر مصیبتی وزنی نیست. الله تعالی از دینش گمراه نگرداند. ای مسلمان ها، برادران و خواهران عزیز، لا شافی الا الله. شفا دهنده نیست غیر الله تعالی. لا رافع عن البلوى سواه. بلا را از سر شما دور کننده نیست غیر الله تعالی. و محنت، بلا، مصیبت وقتی که شدت یابد، لا فارج لها الا الله. کشایش دهنده نیست غیر الله تعالی. و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر بر سرت ضرر آید،
ضرر را کشاینده نیست غیر الله تعالی. و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. اگر بر سرت نیکی آید الله تعالی بر همه کار قادر است. در سوره انعام